که نوم دی واخلې. نوم دی واخلې. او نوم اکبر. اکبر 30 سال پیش. چند سال میشه؟ 30 سال میشه. چه وقت شروع کردی در جوانی شروع کردی؟ تا کدام عمر؟ از اول از چی شروع کردی؟ از کدام عکس یا از کدام نقاشی؟ من هر چیز که بود رسم می‌دادم. اول از چی شروع کردی؟
از پرنده ها که فهمیدی که تو نقاشی کده میتونی؟ پرنده ها درخت ها. درخت ها. حالا در اینجا کار میکنی سرش؟ وظیفه تو شده؟ روزانه چند پیسه جا میشه به کار؟ حال دیگه مزه کارانه. خب 30 سال پیش خوب بود. حال نیست. حال چرا نیست؟ 30 سال مردم پیش هم خوب بود. مردم پیسه ندارن. پیسه نداره. خب چطور همی هنر را یاد گرفتی؟ مردم میگه ما کل ما در سر خر لنگ سوار هستیم که بعد ما پیسه میطلبیم. خب هیچ موتر میگه نیست. این هنر چطور سخت است یا آسان؟ هیچ موتر میگه در افغانستان نیست دیگه. کلش سر خر لنگ سوار هستیم میگه بعد ما پیسه میطلبیم. عکسای تابال کی کنه رسم کردی جور کردی مشهور که برات گفته باشه که ایده جور کن. بعضی از کماندانا رو جور کرده بود. کماندانا را جور کردی. حالا خب کدام محدودیت خو نیست؟ کدام محدودیت خو نیست؟ که چرا این کار میکنی یا؟ والا میگه جامعه بابرو میگه بطاس چرا این جور میکنی. خب ولی این وظیفه شده یا شوق میکنی؟ 30 سال است که ما عمر ما دمی تیر شده. خب امی عکس چند دقیقه جور کردی از جوانا؟ همینجوری 10 دقیقه 2 دقیقه جور کردی نه؟ څنګه عکس څنګه راغی؟ ماشاءالله بابا جان خو ډیر خسته عکس جوړ کړ. خوښ دې شو؟ ډیر لوکس عکس جوړ کړ او ډیر زیات خوشاله شوم بابا جان نه ډیر وخت فکر کوم دا او زما عکس په یعنی په 100 دقیقو کې جوړ کړ او څنګه دی ریزلټ څنګه دی؟ ډیر خسته دی ماشاءالله. تا سره جوړښت کوي کنه؟ بیخي دا معلومیږي وضع ډیر ښه ماشاءالله. خیر سي بابا جان خیر سي. تشکر.